سلام علیکم. علیکم سلام. ایسا براتون چای بندازم. تشکر. خیر است بس پسندتر. یک از هموطنان ما بردیم که مریضی چشم داره و نیاز به عملیات داره. ما براشون از خانه رفتیم، اینجا نتایج تمام معایناتش هست که نیاز به یک مقدار پول داره تا هزینه عملیات خود بپردازه. شفاخانه رفتی؟ بله. تاییدیه‌اش هم گرفتی؟ بله. بسیار عالی. خب از اونجایی که مؤسسه خیریه ما و شما مردمی هست و برای مردم هست، ما در حد توان خود انشالله برش کمک میکنیم. پس من یک هدایت برای آرش جان نوشتم خانم، خودتان کارش انجام بدید. آرش جان بله. با ایشان همکاری کنم. درست است. اجرا میشه رئیس صاحب. تشکر. رفیق جان بخیز بریم. تشویش نکن وطندار، ما پولا رو آماده ساختیم، ان شاء الله تا هفته دیگه میارم. السلام علیکم. سلام. رفیق جان عزیزی خوب هستی؟ جان کجا؟ کجا هستی؟ بس هیچ کی در کارت نیست. سلام. خوب هستی؟ ایجال اولاد معلوم نیست. هستیم والا مصرف کاروبار یک هموطن ما یک ذره پول لازم داشت به خاطر عملیات چشمش دیگه امور آماده ساختیم. بسیار. امروز یک کمک کنیم. خب مزاحمت نمیشم. باشه. شما حالا برین باز من تلفنی ان شاء الله که ایتون صحبت میکنم، کارتون دارم. خوبه باشه. خداحافظ. سلامت باشین. بله. السلام علیکم. جناب عزیزی صاحب خوب هستین؟ بخیر خیریت سلامت. سلامت باشین. سلامت باشین. جان بسیار سلام. تشکر سلامت. من خوبم. شما خوبین؟ مادر شما خوبه؟ خوبه شکر. خوب است. حالا فعلا قراره که تماس من همراهشان داشتم دیشب خوب بودن. بله. آها. بله. تشکر. سلامت باشید. والا باش آقای عظیمی صاحب یا خواهش بکنم مثلا که خواهش ما پذیرفته میشه نمیشه. بفرمایید چیزی اگر در توان ما باشه چرا نه؟ جای ما در شرکت بنده است. اگر امکاناتش هست که 1000 روپیه برای من میدادید، ما دمی 2-3 روز پس دوباره پرداخت میکنم. والا خودت که میفهمی دیگه، من که خودم پیسه ندارم، ولی اما 1000 روپیه که برای دیگه هموطن ما جور کرده بود، من فقط به یک شرط برتمان داده میتونم که اگر تا 2-3 روز دیگه حتما باید تمام باز پس بدی. باشه خب اگر پس داده میتونی باز درست، اما شماره حساب تا من روان که باز ما برد میتونم. تشکر. درست است. من این شماره حساب براتون مسیج میکنم. سلامت باشین. بخیر باشین. روز خوش. خدا. ماما چی گفته اعتماد کنم؟ ولی هرچی نباشه بازم درست کنم.
برایش میریزم. باش. شانس خورد. بکش دیگه رایشه. چه از بابا با سر سلامتی خودم بود. والا بابا قربان چی کنیم یک غمه از ما چی مانده که دیگر را بخوره دیگه بزن سیگرت های بزن. مگم بابا قربان همون نقشه دیگه بسیار خوبش بود. چی گفتی؟ لارا عشق بایشت کو پیدا میکنی دیگه ایشا. بخوریم و بدر گوش دان ما تلخ شد. بشک بابا قربان بشک والا این تو والا غم ما را میخوری با خود هر جای که باشی زنده باشی. من میگم بابا بابا قربان ما تو دو رقم زدیم دیگه مزه کردیم. انگ پلی میکنی بابا قربان. بله معلومه که خوب یک کباب داره. بله اگر ما هم بالا باشه خیلی گشنه شدیم. بریم یک نان بخوریم. درست نه؟ خیلی دیگه از همین دل ماست. ببخشید میشه این قوطی اگه خالیه با ما بیدید؟ واجبان چی میکنی قوطی ها را؟ بیا همراه ما بیا که مسایب روزی بسازم. حالا چی میکنی قدر غمه؟ علاج که برا. حالا ما از کجا اطمینان کنم که شما کی هستیم؟ مرد و کسی که نان از اولاد است خود بکشه. قوطی ها رو به ما میتین یا نمیتین وقتی ما رو نگیرید؟
می آدم بی سالمه رو به تشویش ها. باز این مزاحم زنگ زدن. باز این مزاحم زنگ زد. چی باید میگه؟ بله آقای عظیمی خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ تشکر سلامت. زیا جانم و قرار مایتو که به 3 روز بود، فعلا نزدیک 10 روز میشه. پولا رو چی کردی؟ میفهمی که من به خاطر مریض کارش دارم. هستی به خدا. پیسه چی؟ کدام پیسه؟ خو میبینی؟ خب زیا جان ببین مرا مجبور نکن که من خجر رو به قانون بکشم. می هر جای عرض میکنی برو عرض کن. برو دستت خلاص. هیچ کدام پیسه سر من نداری. برو خدا. الو الو حتما تماس میگیرم. خب به نام خداوندی که عدلش میزان است و نعمتش بیکران. آرش جان آجنده امروز داخلش بگیر. بله رئیس صاحب با اجازه شما و همکارای عزیز ما اجنده را آوردیم. خب آقای عظیمی، شما چطور پولی که به عنوان امانت در دستتان بوده را قرض میتین برای دیگه کس؟ تا وال خود همچین اتفاق نافتاده بود برای ما که این اتفاق افتاده و این جای توجیه نداره. شما توضیح بدین که چطور همچین اتفاق افتاد؟ خب حالی که کاری که شد دیگه یا از خیرش بگذاریم. راست میگه جناب رئیس، ولی راه حلش چیه؟ بله درست است. جناب رئیس البته اول عرض سلام میکنم خدمت همه شما و دومی که خدمتتان عرض میکنم که ما یک اشتباهی بسیار بزرگ انجام دادیم که این اشتباه قابل بخشیدنی نیست و این کار غیر انسانی است. از آقای حزیمی
پوزش میخوای و خدا کنه که مرا شما ببخشید و من سخت از این کار خود پشیمان هستم. عذاب وجدان کشیدیم دیگر امانت از این آدم من گرفته بودم. این من خدمت شما پیش میکنم، خدا کنه که شما قبول بکنید و مرا مورد عفو خواهش میکنم حتی خوش آمد بگو از اونجایی که بخشش کار بزرگترها هست و اگر بخشش باعث کوچک شدن میشد خداوند قدر بزرگ نبود. ما خود شما رو میطلبیم و چیزی که به عنوان جزا برای شما در نظر میگیریم ایست که شما یک از اعضای همه بنیاد باشید تا انشاءالله بتانیم از کمک‌های شما هم در راه‌های خیر خرج شود و استفاده شد. تشکر جناب رئیس، این شما لطف کردین، محبت کردین که مرا لایق عضویت خود دانستین. اما چطور بتانم که در این کار خیری که شما میکنین در این کار من هم شریک شدم؟ خب مثل سایر دوستان میایین در جلسه ما شرکت میکنین و یا ماهانه یک مبلغ رو پرداخت میکنین یا هر وقت یک پولی لازم شد یک پرونده بیمار هموطن ما در دست ما آمد شما رو در جریان قرار میدیم و میگیم که هر چقدر توانایی داشتین شما هم کمک کنید که سخت باشید. صدر بچشم ما این پیشنهاد شما رو به عددی قبول میکنم و خب بخوایم که از آقای از میستر پوزش بخوایم خدا کنه که شما ما هم ببخشید. من که واقعا چیزی به گفتن ندارم. خداوند خودش بخشنده است.